سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه همراه با من. کمتر از یه هفته دیگه یا به طور دقیق بخوام بگم 5 روز دیگه مدرسه ها باز میشه. امیدوارم تا اینجای کار از ویدیو مدرسه‌مون لذت برده باشین و خیلی ازتون گفته بودین که بیام پارت 3 چجوری تو مدرسه بهترین باشیم رو بگیرم، یا اینکه خیلی ازتون که تازه داشتین میرفتین هفتم بهم کامنت دادین گفتین که لطفا راجع به هفتم صحبت کن و دیگه اومدم توصیه پایانی راجع به مدرسه رو بکنم و بریم که سال تحصیلی جدید رو خیلی قوی با هم دیگه شروع کنیم. بزن بریم سراغ این ویدیو. برای اینکه امسال متفاوت شروع کنیم باید استرس رو حذف کنیم. میدونم که الان خیلیاتون استرس دارین ولی با چند تا روش میشه استرس رو دور کرد. مثلا اینکه احساساتتون رو بنویسین، با خودتون حرف بزنین. کلی ویدیو مدیتیشن تو یوتیوب هست که با اونا میتونین یاد بگیرین که چجوری آرامش خودتون رو حفظ کنین. از اونجایی که توی راهنمایی خیلی تنش هست و دختر و پسرها توی سنی هستن که همشون سان دعوا کنن و توهین کنن و اینا، شما باید اهمیت ندادن رو یاد بگیرین. مثلا اگه کسی رو مختون رفت بهتون توهین کرد و جوری بهش نشون بدین که حرفش براتون اهمیت نداره. ترجیحاً میتونین سکوت کنین و یه خیره بشین بهش و بهش بفهمین که حرفت مهم نیست عزیزم. یه کتاب راجع به این در این باره هستش که میتونین بخونین. امسال درس و اولویت قرار بدین. میخواین برین مهمونی، اول درستون رو بنویسین. میخواین فیلم ببینین، اول درستون رو بنویسین. میخواین بخوابین، اول درستون رو بنویسین. مثلا وقتی که هیچ کاری واسه انجام دادن نداشتین، بشین نمونه سوال حل کنین یا فیلم آموزشی ببینین. مهمتر از همه برنامه‌ریزی کنین. من توی این بولت جورنال میخوام برنامه‌ریزی کنم و میخوام درس و ورزش رو توی برنامه روزانه‌ام قرار بدم. مثلا میخوام هر روز یه ویدیو آموزشی ببینم، درس‌ها رو از قبل پیش‌خوانی کنم. توی هفتم 2 تا درس اضافه میشه که انگلیسی و عربیه و خیلی از دانش آموزا به خاطر این 2 تا درس استرس دارن. یه چیزی بهتون بگم، اینکه کتاب انگلیسی هفتم خیلی نامفهوم درس‌ها رو ارائه داده و اصلا خوب انگلیسی رو توضیح نمیده و شما برای اینکه بتونید انگلیسی رو خوب یاد بگیرین هم باید کلاس زبان برین، همین که از قبل کلا باید با زبان آشنایی داشته باشین، بدونین که چجوری خونده میشه و لهجه‌ش رو بگیرین. یعنی مثلا فیلمای آمریکایی ببینین یا آهنگای انگلیسی گوش بدین، خیلی باعث میشه که بفهمین کلا اونا چجوری صحبت میکنن. برای عربی باید سر کلاس حواستون موقع تدریس خیلی جمع کنین و برای حفظ واژگان و عبارت هم باید حفظیاتتون رو قوی کنین. توی هفتم ورزش هم جدی‌تر گرفته میشه و شما باید مثلا حرکات‌های استقامتی، کششی و جنبشیتون رو تقویت کنین، مثل پلانک، درازنشست، شنا، بارفیکس، دو میدانی، طناب، انعطاف، حرکت کوهنورد که راه تقویت اینا تمرین و استمراره. باید امروز بهتر از دیروز باشین و تعداد حرکتتون یا زمان حرکتتون رو نسبت به دیروز باید بیشتر کنین. امسال در کنار مدرسه به طور خودجوش مهارتی هم یاد بگیرین. مثلا نقاشی، خیاطی، یه ورزشی، انشانویسی یا مهارت فن بیان. خودتون در طی سال میفهمین چرا گفتم این مهارت یاد بگیرین. امیدوارم امسال رو خیلی قوی شروع کنین. فعلا خدافظ.